من به نظرم از روایت شروع کنیم. قصه یک مرد و زنی است که حالا خانم پیانو میزنه و ما چیزی که از خونه میبینیم دو تا آدم از طبقه متوسط نیمه مرفه، مرد دکتره که دکتریش اصلا نمیبینیم و به بازیگر هم نمیخوره که دکتر باشه، یه شغلی براش گوش نمیده. زن هم پیانیسته. چیز خیلی کمی ازشون میبینیم از دوتای مشترک. خرید مردست اومدن رفتن، یه خرید تو سوپرمارکت داریم، یه خاله زنکی از مرده داریم که این با اونه یا نیست. و سلام. از مرده دیگه چیزی نمیدونه. این که سنش چقدر بیشتره، چرا، دلیلش چیه، آیا عاشق بودن، ازدواج کردن، نه و الان آیا مشکل دارن یا نه، هیچ نمیدونه. تا میرسیم به این که بحران لو میره. یعنی مرده با یکی از بچه‌های که میومده پیانو یاد بگیره سراسری پیدا میکنن و میرن. خب از همینجا مشکل، به نظر مشکل فیلمنامه آغاز میشه که شخصیت مرده ناروشن باقی میمونه و مشکلی آیا وجود داشته تو خونه بین این دوتا. اینم قسمت اول بحث. قسمت دوم که در واقع تو تای روایت بریم، بعد نیما بیاد، بعد دوباره بریم یه بحث دیگه. قسمت دوم خود زن است. به نظر میسه که زن فعال، درس میده، خونه هم داره و مشکلی نداره. یعنی یک زن با نوع پوششش هم این رو نشون میده که از این زنایی نیست که برخلاف دوستش خیلی آزادی بخواد ویشگاه سایش و به این دلیل بخواد جدا شد. یه زن با این که نیمه مدرنه ولی به نظر میسه اصولی داره، از نوع پوششش حرفشه. به سرعت به محض این که میفهمیم مرده خیانت کرده و رفته، زنه چیزایی بهش اضافه میشه که عجیب و غریبه. به همین دلیل این سیاسفیدی که دوستمون گفت، فیلمساز گفت میبینیم، ما نمیبینیم اصلا. به سرعت در ظرف یکی دو روز اگه اشتباه نکنم زنه هم جواب خیانت رو میده. یعنی با صابر عبر، با اون نمای بسیار بد کودکانه کدوم لباس انتخاب میکنی که انگار ما با یه دختر 16-17 ساله طرفیم و طرفش هم بلده. اخلاق عوض میشه، لبخند میاد، پیاده روی میاد، یه حدی دلخوره میاد که باز این منطق شخصیت که از قبل میشناسیم نیست. حالا میرسیم به تحقیق. به نظرم هم مشکل داره. یه زمانی هست که تو یه شخصیت رو میسازی نمیدی، یاده اضافه هم به من نمیدی. جذابیت یه بخشش بخاطر نه میخوام یه چیز بگم. میخوام بگم که مسئله که برای زن مطرح میشه که میگی برای من هم مطرح شد، زنه علل قاعده با زندگی که ممکن کرده مسئله براش مطرح شده تو دنیای 10 سال، چقدر 13 سال زندگیش. بله. من تو دنیایی که دارم الان میبینم خیلی از چیزا رو از مرد ندیدم، اون دیده، حالا به من نشون نمیده. این ندیدنه توان نیست، ناتوانیه. یعنی من مخاطب باید یه حدی به حد آگاهی زنه برسم و بعد تعجب کنم، نه اینکه هیچی بهم نمیدی بعد من تعجب کنم که حالا این چیکار کرده که خائن شده. با هیچی ندادن ابهام نیست. این خیلی موقع نه بس ابهام رو به عنوان چیز مطرح نمی‌کنم، به عنوان موضوع دراماتیک میگم. تردیدی که زن داره اتفاقا بخشش از همین میاد که به ظاهر دلیلی وجود نداره. آره منتها ببین الان و این داره به توی تماشاگر منتقل شده. حداقل از منتقل شدن مال ندادن اطلاعاته. خب شاید این یک استراتژی روند سناریو نویسیه و اجراست. شاید که نمیشه دیگه. من باید با این دوتا آدم، اون چه که به نظرم توی صحبت نیما بود، کار خیلی سختیه که ما با یه فیلم‌های 2 خطی و در واقع 20 دقیقه ملات بخوایم ریزکاری های زندگی یک زن رو، چون مرد رو که چی نمیبینیم ازش. قطعا مرد یه کاری میکنه و حالا زن رو رها میکنه با روزمرگی هاش. ما اساسا با زن طرفیم و فیلم این زنه. کاملا بازی خوب افشارم هست. منتها به نظر من نه فیلم نامه و نه کارگردانی نمیتونن بگن که این زن چشه. آیا داره همون سوالی که تو کردی، حالا یه خود بیشتر. ما چیزی که بعد از شنیدن این خبر ازش میبینیم، یه ناراحتی با دوستش ویشگاه، یه تمیز کردن پیانوهایی که خیلی سعی میکنه ناراحتی رو خیلی اگزاژره منتقل کنه
و بعد به سرعت از اون ور میبینیم با همسایه روبرو. به نظر من مطلقا این عمیق نمیشه. یعنی این شخصیت اون چیزی که تو دلت میخواد، یعنی یه کنکاش جدی روی مثلا اصلا ربطی هم نداره ها، شخصیت زنای حتی کوچولوهای برگمان که چجوری با زنه کار میکنه وقتی دو نفرم هستن این کارو میکنه. این کار فیلم اول و دوم اینا نیست. البته به نظرم حالا هوا و فضای اصلا جنبندی کنی که با خوابم میاد کاشان خیلی برگمانی نیست. اصلا نیست. آره ولی من فقط یه جمعی بزنم سر این که این شیطنت این رو ایجاد میکنه که انگار که دنبال بهانه میگشته برای شروع یک خیانت که طلاق هم گرفته میشه و بعد ته فیلم که به کل بعد از این طلاق غلطه، مرد میاد تو خونه‌ای که طلاق داده و زن هم برمیگرده و میگه آنچه که گذشت بر من این بود. نمیگه اندکی، میگه دلم لرزید و از مدت‌ها. یعنی این که این تجربه رو کرده. یه جمله تو فیلم مرد میگه که خیلی توجیه فیلم رو اینو میگن که تو در موقعیت اینجوری قرار نگرفتی تا بفهمی چی بر سر من اومد. که خب اینم یه نظر من کاملا شوخیه. من یه جنبندی فرمی دارم. حالا تو برو این قسمت. خب جنبندی فرمی رو بگو من تهش شدم. این مرون آدم میخونی که من سیاه‌سفیدی که بی‌معنیه. با دو منطقه من شنیدم. یکی این که زندگیش شرکه و ما سیاه‌سفید دیدیم، اصلا زندگیش سیاه‌سفید نیست و اصلا این تفکر که زندگی چرک رو غیر شاد رو ما باید با سیاه‌سفید بگیم، این بیگانگی با تاریخ سینماست دیگه. ما فیلم‌های زیبا، عاشقانه و حتی شاداب سیاه‌سفید داریم. این یکی. دو این که اصلا برای نشون دادن این که احیانا زندگی چرک است و غمگین است و اینا، باز سیاه‌سفید جواب نیست. یعنی بذار بقیه نکته‌های فرمی دیگر هم بگم. به نظرم دوربین رو دست باز مبتذله، باز بی‌معناست، باز وقت پر کردنه. 2/3 کادر رو عین اون جدایی که فیلم رئیس اصلی این فیلمه، اینم جدایی این از اونه، نیمه جدایی. دوربین رو دست باز بی‌معناست، توی خونه مرتب 3/4 کادر از بین رفته، اوورشولدرهای غلط، فلوفوکوس‌های به شدت شلخته که سعی میکنه این شلختگی رو فرم بدونن و مدرن. دوستان من اینا مدرن نیست. مدرن روایت مدرن میخواد، زندگی مدرن میخواد، اندیشه مدرن میخواد، آدم مدرن میخواد. هیچ کدوم از این بازی‌ها به هیچ وجه مدرن نیست و اداست. ادای سیاه‌سفید، ادای دوربین رو دست، ادای فلوفوکوس کردن ها منطق نداره. فقط یه ادای مدروزی به شدت سطحیه. در مجموع فیلم به نظر من فیلم بسیار کوچولو، سطحی اما کمی پرمدعا است. خیلی نباید جدیش گرفت. تو روایت ناموفقه و بدتر به نظر من یه نکته چیز دارم، یه نکته بحثی که الان تو این جشنواره 5 تا 6 تا فیلم داریم رو تم مثلث، مربع، خیانت مرد اینا همه بعداً صحبت می‌کنیم. زن به مرد. نه میخوام اینو بگم که اگر دوستان دقت نکنن آنچه که آسیب شناسی است به جای سمپاتی ایجاد میشه. این فیلم به هیچ وجه آسیب شناسی نمیکنه و تبلیغ سمپاتی این خیانت ها به راحتی